سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به ویدیو امروزمون. امروز قراره که با هم مراحل لویجی رو انجام بدیم. بازی نویس فارسی. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. ویدیو رو واسه دوستاتون شیر کنید. بابت دیروز هم معذرت خواهی میکنم. ما کلا جمعه ویدیو ندادیم. یادم رفت یه جا مثلا توی کامیونیتی یادم رفت بنویسم و کلا معذرت خواهی میکنم. Don't spang my beach up. Luigi said to give you this. چطور؟ Here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guys have been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Introducing the bat to his face. We spray it. I want compensation for this insult. چشم. کلا دوستان بخوام بهتون بگم این 4 تا ماموریت لویجی یه جای آموزشیه. یعنی یه جورایی نه، آموزشیه، کلا آموزشیه و به شما آموزش میده. مثلا تو این ماموریت پین اسپری، ماموریت بعدی شغله یادم رفته چی بود، ماموریت بعدش امیونیشن رو بهتون آموزش میده، ماموریت بعدش مثلا بهتون رانندگی کردن، مثلا یه بیشتر رانندگی میکنید، شاید دست فرمون بیاد دست یه همچین چیزی که البته کسایی که ماموریت بعدی رو با من انجام داده باشن دیگه 100% دست فرمون اومده دستشون. این یارو رو باید بکشید که من لهش کردم. شما هر جوری دوست دارید میتونید بکشیدش، یعنی میتونید با این بیسبال بتی که بهتون داده بکشید، با تفنگ که جایزه هیدن پکیج هست بکشید، هر جور راحت. الان هم کافیه که اینو برگردونید به پین اسپری. اول اسپریش کنید، بعد برگردونید به گاراژ لویجی. و یه توضیح در مورد آخرین ماموریت لویجی بخوام بهتون بدم. آخرین ماموریت لویجی یه دونه تروفی داره و تروفیش هم در این صورت گرفته میشه که با روشی که بهتون میگم حتما انجام بدید. یعنی حتما باید تا آخر ویدیو، حالا دوست دارید توی اونجا نگاه کنید، من بهتون روشش رو میگم. تروفی هم با هم گرفتیم و دوستان دیدم توی اینترنت که توی PS4 تروفی ها رو نشون نمیده، بخاطر همین اسکرین شات ها رو سعی میکنم به صورت دقیق بذارم که بفهمید ما گرفتیم. انشالله تا GTA 6 که بیاد PS5 بخریم، اون موقع انشالله همه تروفی ها هم نشون داده میشه. و حالا بچه کلا واسه پین اسپری $1000 ازتون میگیره که این بار به خاطر لویجی ازتون نگرفتن، یا خودش پولشو داده یا نمیدونم چون ماموریت شاید آموزشی بوده پول نگرفته، حالا هرچی. و قراره که اینو برگردونید به این گاراژ. برمیگردونیم و ماشین پیاده میشیم، میایم عقب و ماموریت انجام میشه. بریم سراغ ماموریت بعدی. $4000. اوکی، بریم سراغ ماموریت بعدی. Drive Misty for me. این یارو بنفشه خیلی گولاخه، دقت کنید. The Dawn Son. مثلا The Dawn Son منظورش همون پسر سالواتوره، دونالد سالواتوره. فکر کنم میشه دونالد نمیدونم، دون سالواتوره بهش میگن، دقیق نمیدونم. So keep your eyes on the street. یه چیزی اینجا، یعنی مثلا میستی نمیتونست 2 قدم بیاد پایین از کلاب لویجی سوارش کنیم بریم تو خیابون بالایی وایساده، بریم یه ساعت اونو سوارش کنیم، برگردونیم ببریم گاراژ جویی. یه چوسه راه بود دیگه، پا میشدید پیاده میومدید تا گاراژ تا کلاب لویجی، بوق میزنید تا این بیاد. یه ساعت هم اومدن این طول میشه. البته بهتون بگم نسخه کلاسیک کل این راه رو باید یعنی کل این راهی که میاد و پیاده میاد، یعنی پیاده روی میکنه، ولی تو نسخه ریمستر آخرش میدوه و یه کم سریعتره اومدن سمت ماشین. و فکر کنم گفتم دیگه در کنم 4 تا ماموریت دادیم که باید انجام بدیم که گفتم بازم آموزشیه یکم و فقط هم بیشترن ماشینه، بیشترن مثلا چجوری میشن با ماشین فقط داریم میریم این ور اون ور، یعنی خدمالی ماشینیه. میبریم گاراژ جویی. او شت. اوکی، جویز اوتو پینتینگ.
اینم از گاراژ جویی. Joey! Am I gonna get to play with your big ant again? I'll be with you in a minute, Sparkplug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come لویجی back گفت later to قابل make some اعتمادی work for درسته؟ you. All right? چند تا کار که 100% داری؟ شاید نه 100% داری؟ اینم از ماموریت های جویی که دو نقشه معلوم شده با حرف جی. بریم سراغ ماموریت بعدی. پامپ اکشن پیمپ. ماموریت هم دوست دارم، بالا بد نیست. جزء ماموریت لویجی ماموریت بالیه. Some of the اینجا یه others جوری میپره جلوی because کلاد creatures میترسه. in my backyard. Go and take care of things for me. If you need a piece, go around back of Ammunition opposite the subway. اونجا که نوشتم بچه بود جنازش واسم بیاد، من به صورت عامیانه نوشتم و اینم از امونیشن حالا خیلی میخوان گیر بدن. این از ماشین دیابلوهایی که قرار بدیم بکشیمشون. و از یه طرف دیگه هم بخوام یه چیزی هم بگم، توی چنل نوشتم که همه چی بدون سانسور، ولی خب زیر نویس کردن رو من تا حد امکان بهترین رو میذارم، ولی اگر بخوایم مثلا زیرش فوش زیادی بخوایم بنویسیم یوتیوب ما رو بند میکنه. تا اونجایی که شنیدم توی قوانینش خوندم یوتیوب بند میکنه. در مورد این ماموریت هم بخوام بهتون بگم، یکی چون شاتگان داره پس از راه دور بزنیدش و اینم از $4000. بریم سراغ ماموریت بعدی. روشت بده ماشینه تو دیگه. نریم یه دقیقه بسید. The pistol is now in the stock at Ammunition. پیستول هم الان واسه تون باز شد توی Ammunition. حالا بعد این ماموریت بعدی که گفتم یه روش داریم، باید بیایید از این مکان این اتوبوس رو بردارید. اتوبوسی که واسه این ماموریت نیاز داریم اسمش کوچ هستش، یعنی 2 تا اتوبوس تو بازی داریم، یکیش کوچه یکیش هم باسه. اون یکی رو ور نداره چون کلا 2 تا جا داره، یعنی فقط درهای جلویش باز میشن، ولی این هر چقدر آدم میتونید سوارش کنید. و بریم سراغ ماموریت بعدی که بهتون بگم چرا این اتوبوس رو برداشتیم. The fuse ball نمیدونم دقیق فاز بال فکر کنم، ولی چی میگه خوشگیب The policeman's ball is being held at the old school hall near the Callahan Bridge, and they'll be looking for some old school action. Now, I got girls shit. all over town walking the street. Get them to the ball. They'll make a bundle. Get as many of them as you can before the cops drink away their green. داخل هم یه حالی باید بکنم دیگه. بله خب توی این ماموریت قرار 7 تا دختر لویجی رو از سطح شهر به مدت توی 5 دقیقه جمعش کنید. یعنی 7 تا دختر رو باید توی سطح شهر توی 5 دقیقه همه رو جمع کنید. باید با اتوبوس این کار رو انجام بدید، یعنی روش راحتش با اتوبوسه. و اگر با اتوبوس هم انجامش بدید بهتون یه دونه تروفی میده. اگر با ماشین انجام بدید تروفی رو نمیگیرید، پس حواستون باشه برای گرفتن تروفی حتما باید از اتوبوس استفاده کنید. برید همه‌شون رو سوار اتوبوس کنید. اتوبوس کلی جا داره، یعنی بیشتر از فکر کنم 7 تا جا داره و میتونید همه‌شون رو سوار کنید، بعد ببرید و همه رو با هم باید پیاده کنید. اینم یادم رفت، همه رو باید سوار کنید، همه رو با هم پیادهشون کنید. نه مثلا الان مثلا 2 تا برداشتید برید پیاده کنید و بقیه رو بردارید، اینجوری فکر کنم عمل نمیکنه. بعد همه رو بردارید بعد برید پیادهش کنید. و ویدیوی بعدی هم که دیگه معلومه مراحل جویی واسمون باز شده، قراره بریم ماموریت‌های جویی رو انجام بدیم. و واقعا بچه‌ها واسه زیرنویسای این بازی زحمت کشیده شده. ببخشید برای زیرنویس این بازی زحمت کشیده شده و واقعا زیرنویس کردن خیلی میدونن خیلی سخته، اصلا چیز راحتی نیست. ما نیاز داریم که اینا رو بخونیم، بعد معنی فارسی پیدا کنیم، مثلا جوری معنی نکنیم که یوتیوب گیر بده، بعدش سعی کنیم سریع کات بزنیم خودمون رو صحبت کنیم. میدونید دیگه یکم اینجوری درست کردن سخته، ولی خب بالاخره عشق دیگه، عشق ورک تو، عشق GTA ما رو مجذوب میکنه که درست کنیم. و دوستان امروز گاداوار سفارش شدم، گاداوار 4. اما گاداوار اسمش گاداواره دیگه،
ولی ما میگیم گلووال 4 حالا. و داره میرسه احتمالا بین بازی GTA 3 و GTA وایس سیتی بذارمش، یا شاید هم بین GTA وایس سیتی و سن آندریاس. یکی از این دوتا میذارم 100%. گلووال بازی خیلی خوبیه، اونم اتفاقا پلاتینیوم کردن داره، شاید اونم به صورت پلاتینیوم بذارم. ولی یا میتونیم مثلا به صورت تلفیقی بذاریم، یه روز مثلا GTA وایس سیتی، یه روز گلووال. چون گلووال 4 تا اونجا که میدونم حداقل 60 پارت 70 پارت اگه بخوایم بذاریم طول میکشه. هر پارت حتی 30 دقیقه حساب کنیم 60 70 پارت طول میکشه واسه پلاتینیوم کردنش فقط. و میدونیم که اندازه حداقل اگه حساب کنم 70 پارت اندازه 3 تا GTA مون کافیه. یعنی این GTA فکر کنم 30 پارت بشه، GTA وایس سیتی هم اگر حساب کنیم 30 پارت بشه 60 پارت، حالا 2 تا GTA یا نصفی اینجوری حساب کنیم، اونجوری میشه گفت آره اندازه اوناست. یعنی مثلا الان GTA 3 رو تموم کنیم بخوایم بریم سراغ گاداوار، باید مثلا گاداوار رو بذارم GTA وایس سیتی تموم میشه، گاداوار رو میذاریم GTA سن آندریاس بکنم نزدیک آخرش برسیم این بازی هم تموم میشه. و خب دوستان یه نظر بدید در مورد GTA IV. این GTA که اصلا تکلیفش معلومه 100% و پلاتینیوم. یه نظر بدید در مورد GTA IV. آیا دوست دارید که واکتوی GTA IV 100% باشه و پلاتینیوم، یا فقط همون 100% باشه؟ پلاتینیوم کردن بازی نیاز به 4 تا چیز داره. اولی خط داستانی اصلیه، دومی خط داستانی بلد اف گیتونی، سومی خط داستانی دلاستانتم، چهارمی هم خط داستانی نداریم بگم خط داستانی، چهارمی هم چیز هستش GTA آنلاین هستش. چه اینجا یه دقیقه نها کنید چه جوری کلاد از اونجا اومد در رو بست، عجیبه. حالا هرچی. و چهارمی هم GTA آنلاین هستش که الان سرور قفله و یه چند تا تریک باید بزنم تا بتونم انجام بدم. اینم از صوفی. Got this finger out. Oh yes. و GTA IV هم به صورت آنلاین داده که الان سروراش فکر نمی‌کنم دو حسابی کسی توش باشه. حالا خودتون نظر بدید دیگه. شاید بشه مثلا باید مثلا با رفیقایی که PS3 دارن، الان دوستایی که PS3 دارن اعلام کنن باشون مثلا توی اونجا همکاری بکنیم با هم بازی پلاتینیوم کنیم. و اینم از این ویدیو دوستان. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. $4000 به علاوه $2000 اضافه. حتما اگر دوست داشتید این ویدیو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش بزنید. ما هر روز ویدیو داریم به جز جمعه. ویدیو رو واسه دوستاتون شیر کنید. توی ویدیوی بعدی میریم سراغ ماموریت‌های جویی با زیرنویس فارسی. تمام واکتور زیرنویس فارسی میذارم. عشق منید، خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.